نباشید خدمت دوستان گلم، آقایون صنعت دوست و پروژه دوست. البته من کسی رو نمیشناسم که واقعا دوستدار پروژه باشه، ولی خب بالاخره نسبت به پارسال فکر میکنم هنوز آبادتر و درآمد بهتری داره. حالا من قبلا که میخواستم کار یاد بگیرم یه سری ایرادات تو شروع کارم داشتم، جرثقیل به جرثقیل میشدم و تنوع کار زیاد بود، تنوع دستگاه زیاد بود. من مشکل جدیم این بود که یه وقتایی نیاز به آموزش داشتم و تو فضای مجازی واقعا هیچ چیزی رو پیدا نمی‌کردم که آموزش جکی باشه، فلانی باشه، لیوری باشه، یا مثلا مدل به مدل دستگاه اینا بتونم از تو کانال یوتیوب یا حالا جای دیگه بتونم اطلاعاتمو ببرم بالاتر و نسبتاً بتونم کارمو ایمن‌تر انجام بدم. به خاطر همین من هرچی سرچ میکردم واقعا هیچ نکته آموزشی در مورد جرثقیل نبود، حتی فقط یکی دوتا پیدا کردم از حادثه ها و فلان و این چیزا گذاشتم. دیگه تصمیم گرفتیم یه کانال بزنیم 4 تا نکات آموزشی از جرثقیل بذاریم و شاید کسایی باشن و ریگرهایی باشن که من حتی خودم میشناسم، بالای 20 ریگر میشناسم که الان ویژه دارن و به خاطر نبود آموزش تئوری نمیتونن دستگاه لقمگی تحویل بگیرن و متاسفانه هنوز دارن ریگری کار میکنن. تصمیم گرفتم این کانال رو بزنم 4 تا نکات آموزشی برای ریگرها، برای کسایی که خارج از صنعتن و اطلاعات درآمدی و اطلاعات فنی جرثقیل رو بذارم که یه حرکت مفید تو این مسیر زده باشه. حالا مشکل اینه که من بابا اصلا حساب نمیکنم، من هر چی کلیپ میذارم بازدید 1000 تا 2000 تا 3000 تا یه دونه حساب ندارم. خدا وکیلی حالا اگه من نمیدونم خودنمایی میکردم، نمیدونم بی ام و داشتم عکس میگرفتم فلان، چه تأثیری داشت برای شما دوست؟ آقا این برای شما خوبه، این آموزش آقایونی که ریگرین، آقایونی که به صنعت ماشین آلات علاقه‌مندی حساب بکنید، به خدا پشیمون نمیشه. من همین الان بالای 10 نفر رو میتونم بذارم سر 10 تا راننده مطمئن، اگه خیالم تخت باشه که راننده هستن میتونم بذارمشون سر. بابا حساب بکنید جان خودتون، حساب بکنین. اگر من تو کلیپای زندم دائما نکات مهم و نکات آموزشی نذاشتم بندازین بیرون اصلا. خیلی دوستتون دارم. آقا حساب بکنید، لایک بکنید، ممنون و متشکرم. لایک کردنتون باعث میشه که الگوریتم یوتیوب به نفرات بیشتر